حضرت صلی الله علیه و سلم پیش خود نقشه کشید، گفت به طائف می روم. طائف یک شهر بسیار آبادان و زیباست، در 70-80 کیلومتری مکه و بسیار آبادان است، از بس که آبش فراوان است، جای میوه است. همه انگور طائفی که میگیم اصلا اصلش همونجا است. تا به امروز هم میوهاش بسیار شیرینند و طائف مکان استراحتی سرورای قریش بود. اکثر اشراف قریش در طائف زمین ها داشتند، باغ ها داشتند، ایلاق شو بود، جای استراحت. چی بگیم ما که امروز؟ بله، همون دچه ها شو در همونجا موجود بود. و در طائف بنی ثقیف، قبیله بنی ثقیف زندگی میکرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نقشه کشید، گفت اگر بنی ثقیف مرا با پیغمبری قبول کنند، بنی ثقیف بسیار مردم جنگجو هستند، جسور هستند، تابع سروراشو هستند. اگر سردارای اونو اسلام قبول کنند، همش انشاءالله قبول میکنند. فقط به همین خاطر همراه فرزند خان داشت، زید ابن حارثه، که یک زمان در خوردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این غلام بچه را فرزند خود خوانده و این قبل از اسلام بود، آزادش کرده بود. عازم طائف شد، در راه به هر قبیله می رسیدن دعوتشون میکردند تا اینکه عاقبت الامر وارد شهر طائف شدند. این واقعه در ماه شوال در سال دهم بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم است که به سال 619 میلادی موافق می آید. حضرت عمر در طائف 3 برادر بودند. عبدیالیل، مسعود، حبیب، فرزندان عمرو ابن عمیر ثقفی. این 3 نفر سروری ثقیف بودن، سرداری طائف بودن. اول پیش همی برادر آمد در نزدشون نشست، گفت من پیغمبر خدا هستم، من برای دعوت شما آمدم. اگر خداوند هدایت تو کنه، اگر شما اسلام قبول کنه، نام شما در تاریخ به نیکی یاد می شود. نام شما را همچون مسلمانای عهد اول و همچون صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکنند. اما اگر شما این شرایط این امکان استفاده نبرید، شاید نامتون یاد شود، اما فقط به لعنت، به تکذیب. عبدیالیل بدبخت گفت اگر که خداوند ترا پیغمبر کرده باشه، پس چرا پرده های خانه کعبه را به دست خودش درست نمیکنه؟ پس چرا قرشی ها میکشنش؟ پدرسگ مسعودش گفت دیگر آدم یافت نشد که ترا پیغمبر گذاشتن. چرا یتیم عبدالله پیغمبر میشد است؟ مثلا من نه، مثلا ابو سفیان نه، ابو سفیان ابن حرب. حبیبش گفت من به تو سخن نمیگویم، زیرا اگر تو پیغمبر باشی، من قدر منزلت آن را دارم که به یک پیغمبر رو برو ایستاده و صحبت کنم. اما اگر دروغگو باشی، با دروغگو سخن گفتن حیف است. حضرت دید که از اینا هیچ دیگه صدایی نیست، هیچ امیدی نیست، از جاش خیست. گفت به هر حال همین صحبت امروزه مورد سیر است، آشکار نکنید. اما پدر سوخته ها حتی همین خواهش پیغمبرم رعایت نکردن، در بین شهر طائف جار زدن. حضرت مدت 10 روز در طائف سکونت اختیار کرد، دل شکسته نمیشد، زیرا فرمان از جانب خداوند بود. دل شکسته نمیشد، بعضیا دشنامش میدادن، بعضیا از پیشش میراندن، اما حضرت گردن کج کرده و نزدیک یک تمامی سرورای ثقیف نزدشان رفت و به سوی خدا دعوت کرد. ببینید کار چه خیلی مشکل است.
بعدا دید که هیچ مراد حاصل نیست. از این گذشته دیوانه ها و احمق ها و کودک ها را جمع کردن، ثقفی ها بر ضد پیغمبر صلی الله علیه و سلم علانیدن، کشکش شدن، مثل که سگ کشکش بیتی. سنگ ها در دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیت خارج شدن از طائف داشت که در راه از ده جانب ایستاده و حضرت زیر سنگ ملامت دشنام قرار دادن. زید بن حارثه بیچاره با بدنش پیغمبر صلی الله علیه و سلم می پوشاند، سرا همه کفی، همه در خون آغشته، اما چند نگه می داری آخی؟ چندین سنگش در بدن مبارک حضرت صلی الله علیه و سلم اصابت کرد، پاها به خون آغشته. وقتی که پای مبارک در زمین میگذاشت، زمین پر از خون میشید، از تمام بدن خون جاری بود. دید که وضعیت بسیار بد است. در راه یک باغی بود، از دست این ظالما و این جاهلا و احمقها حضرت همراه زید بن حارثه پسر خودش داخل باغ شدند. وقتی که اینا در باغ داخل شدند، بعد کودکان و دیوانگان و اخخران و احمقان بعد قفا گشتند. در باغ حضرت به تنه دیوال تکیه کرد و دعای معروفی خچه کرد، دعایی را که انشاءالله هر یک مسلمان اگر در مشکلی به افتاد همین دعا را بکند، خداوند براش کشایش شیطان میکند. حضرت که بسیار بسیار دل مانده شده بود، جانش به لبش رسیده بود، تکیه به دیوال به سوی خدا مراجعت کرد، گفت اللهم الیک اشکو ضعف قوتی. پروردگارا من به تو شکایت میکنم. گفت خدایا، گفت شکایت دارم از ضعف قوت، از بی قوتی به تو شکایت میکنم. اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس. از ضعف قوت، از بی علاجی، از اینکه از دستم هیچ کاری نمی آید، از خوار و ذلیل شدن پروردگارا شکایت میکنم. این چه حال زار است ای خدای بزرگ، ای خدای توانا، یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین و انت ربی الی من تکلنی. ای پروردگاری که گم رحمت عالمی هستی، و پروردگاری همه همین مستضعفاتی، حامی همه همین ضعیفات هستی، حامی و پروردگاری من تو هستی. تو مرا با کی گذاشتی؟ با کی؟ ایلا بعید یتجهمونی، تو مرا به همه آدم دوری سنگدلی احمقی که وقتی مرا میبینه کاش قوق در هم میکشه، دشنام حقارت میکنه، تو به همین مرا واگذاشتی. ام ایلا عدوین، تو مرا به دشمنان باقی گذاشتی پروردگارا، که تو خودت قوتشان دادی. این قوتی تو از نباشه، از دست اونا هم کار ساخته نیست. پس شکایت دارم خدایا، شکایت دارم. اما پیغمبر خدا است، پیغمبر از حکم خدا آگاهند، پیغمبر عاشقی هم غضب خدا هستند و هم عاشقی لطف خدا. پیغمبر تمام امتحانا را جوان مردانه متحمل می شود.
گفت این لم یکن بک علی غضب فلا ابالی. با وجود این گفت پروردگارا اگر من بدانم که تو نسبتی من غضب نداری، اگر تو نسبتی من غضب نمیکنی، من پروای جور ظلمی دشمنان را ندارم، همه امیدم به تو است. ولکن عافیتک هی اوسع لی، اما من امید عافیتی تو دارم. پروردگار من امید دارم که تو در پهلوی من شیر مردا را بس کنی، تو از اسلام و از من پشتیبانی کنن، تا نگذارن که هر یک خیرسه را، هر یک عاقی پدر را، هر یک پدر لعنت دیوانه نسبت من ظلم روا ببیند و همه در دست تست پروردگارا. ولکن عافیتک هی اوسع لی. لک العتب حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک. پروردگارا گفت همه قدر در پیشت گریه و التجا میکنم تا زمانی که تو راضی شوی که من شکایت کردم. قوت توانایی همه است دست تو هستی که شخصی را یا قوم و ملتی را بزرگ توانا میکنی و تو هستی که قوم یا شخصی را خار و ذلیل بگردانی. لا حول ولا قوة الا بک، همه در دست است. با همو عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه این دو ملعون ظالم متعلق بود. همو شخصایی که نسبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جور میکردن، همو عتبه که ابوبکر صدیق در روش بلغت میزد. وقتی که عتبه و شیبه دیدند احوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت گمان نمیکرد که عتبه و شیبه از یک گوشه نگهش دارند. گریه رخسارش وقتی دیدند حتی همین دشمنای خدا قلبشون نرم شد، دلشون سوخت. یک غلامی نصرانی داشتن با نام عداس، گفتن در یک طبق انگور بگیر نزد محمد صلی الله علیه و سلم بر اندک از انگور استعمال کنن. عداس در طبق انگور را گرفت نزد حضرت اومد، التجا کرد که از همین انگور استعمال کن. حضرت گفت بسم الله الرحمن الرحیم و یک دانه انگور را کنده در دهنش انداخت. عداس گفت این مردم این سرزمین بسم الله الرحمن الرحیم نمیگویند، خدا را بر رحیمی و بر رحمانی یاد نمیکنن، باری اول از دهن تو میشنوم. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت تو از کجا هستی، از کدام شهر هستی؟ گفت اصلی من از شهری نینواست. نینوا. گفت از شهری یونس ابن متا مردی صالح پیغمبر خدا. تو گفت همشهری یونس هستی، حضرت یونس هستی؟ گفت تو یونس از کجا میدانی؟ این عربا نمیشناسن یونس. گفت یونس برادری من است، چه خیلی ندانمش. یونس هم مثل من پیغمبر خدا است. یونس هم قوم خیچ دعوت کرده، عذاب و مشقت کشید، امروز همین بلا به سر من اومده است. عداس وقت این سخن گفت از پیغمبر شنید، در پاهای حضرت افتید، پاهاش را بوسه میکرد، همون پاهایی که به خون آلوده بودن. دستای حضرت در سر چشماش میبالید. عتبه وقت دید به شیبه برادرش گفت که این غلام این طرف فریفته کرد، این ساحر است، غلام این طرف فریفته کرد. وقتی که عداس پس گشت گفتن چیت گفت به تو چرا دست پای او را بوسه کردی؟ گفت ای خواجه این شخص بزرگترین بنده خداست، صالحترین شخصی روی زمین است، شما نمیدونه که این چی کسی. این با من قصه های کرد، از اخبار مرا با خبر ساخت که بغیر از پیغمبرها کسی نمیدونه. از همون قصه ها ما را آگاه کرد. و حضرت صلی الله علیه و سلم از با خارج شد،
عظیم مکه مکرمه در راه می اومد، بسیار محزون، بسیار غمگین، دلش دیگه از همه مانده است، دیگه دست دل به دعوت پیش نمی رود. حتی امام بخاری روایت میکند که حضرت صلی الله علیه و سلم بار سوال شد، سوال کننده مادر مو بی عایشه است. مادر مو گفت یا رسول الله هل اتی علیک یوم کان اشد من یوم احد؟ ای حبیب خدا، گفت آیا با بسرت یگان بار یگان بلای آمده است که از روز احد دیده بلای تر مشکل تر باشد؟ جنگ احد که همه شما میدونه الحمدلله، جنگ احد جنگی که بین مسلمانان مدینه با مشرکان مکه شده بود و در این جنگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم 70 نفر از دوستا، خویش اقربا، برادرای همسنگری خچه از دست داده بود. بی عایشه مادرمان میگوید که آیا از همین احد برای تو مشکلتر و دردناکتر یگان روز گذشته است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت یا عایشه لقد لقیت من قومک ما لقیت، من از قوم تو، گفت ای عایشه، عذابهای زیاد دیدم، اما شدیدترین عذابی که من از این قوم دیدم همون روز عقبه بود که وقتی نزدی او سه برادر ثقفی رفتم، نزدی عبدیالیل، نزدی مسعود و نزدی حبیب، و مرا قبول نکردند. و وقتی که او بدگهرا ظالما نسبت من ظلم روا دیدن، بخون آلودن کردن، فانطلق و انا مهموم علی وجهی، حضرت میگه من از با خارج شدم، دیگر سرم خم، سرم حتی نبرداشتم از غم و غصه که بالا مستولی شده بود. تا اینکه با قرن ثعالب رسیدم. این قرن ثعالب نام یک موضع است، امروز با نام قرن المنازل یاد می شود. یکی از همون میقات هایی هست که از همونجا او طرف دیگر احرام می بندن مردم. قرن المنازل در همون موضع اومده میگه سر برداشتم که در بالای سرم یک ابر، فاذا انا بس بسحابت قد اظلتنی، ابر بالای سرم سایه کرده است. حیران شدم، میگه تمام راه از سقیف تا نخله خداوند امر کرده است ملائکه ها را ابر آوردیان در بالای سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حبیب خدا در زیر آفتاب تفسان عذاب نکشد. حضرت همین قدر میگه غم اندوه داشتم که سرم از زمین نبرداشتم، حتی متوجه نشدم که در بالای سرم ابر است. در شوال، در نیمه تابستان، در گرمی تفسان، در حجاز که در یک سال یک بار یا دو بار آیا باران میبارد یا نه، ابر اومده است بالای سر پیغمبر. حضرت میگه فاذا نظرت فان فیها جبرئیل علیه السلام، وقتی خشرو دقت کردم، میگه نگاه کردم، حضرت جبرئیل علیه السلام از پشتی ابر نمودار شد. فنادانی فقال ان الله قد سمع قول قومك لك و ما رد علیک. حضرت جبرئیل میگه صدام کرد، گفت ای حبیبی خدا تو محزون نشو، تو تنها نیستی، خداوند همه او جبر و او رذیلی های کردن همه او را دید، همه سخنهای قبیحی که در حق تو گفتن خداوند همه را نسبتی خود قبول کرد. وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمره بما شئت فیه، ملائکه که ها را نزد تو فرستاد، ملائکه را که ها در اختیارش هستند، هر امری که کنی اجرا میکنند. تو شکایت کردی که من کسی ندارم،
شکایت کردی که کسی از من پشتیبانی نمیکنه. خداوند عرض دادی ترا شنید، شکایتی ترا قبول کرد. یک ملائکه بزرگ شکی تمام کوها در اختیارش هستند با خدمتی تو فرستاده است. هر امر بکنی گفت مرحبا. حضرت میگه ملائکه سلام کرد، سلام داد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم هذا فيما شئت او ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. گفت ای حبیب خدا، ای محمد صلی الله علیه و سلم، من در خدمت تو هم چی میفرمایی؟ قسم به خدا گفت اگر روزی بخواهی همین دو کوهی که از دو طرف مکه را احاطه کرده است، یکی با نام ابو قبیس و دیگر قعیقیان، در بالای سری مشرکا همش پخش میکنم، یگان نفرش زنده نمیمونم، فقط تو امر کن. اما این سخن در رحمت عالمیان نگرانده شده بود. پیغمبری که وحی خداست، با پیغمبری که خداوند گفت که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ای محمد ما ترا برای رحمت عالمیان فرستاده. آیا رحمت عالمیان روا میبینه که کودکای بیگناه در زیر سنگ در زیر کوه هلاک شوند؟ هرگز نه. حضرت گفت بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده ولا یشرک به شیئا. گفت من فقط هم یک آرزو دارم از خدا، یک امید، یک تمنا دارم از پروردگار بزرگ که الله ذوالجلال از صلب همین پدرای کافر فرزندان صالح با ایمان به دنیا آورد که فقط عبادت خدا را کنند و در عبادت خدا کسی و چیزی را شریک نسازند. و الحمدلله و المنه دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش خدا مستجاب شد و از صلب این کافرها جوان مردای پیدا شدند که امروز افتخار اسلام هستند، افتخار تاریخ بشر هستند. همین به شرافتی دعای حضرت صلی الله علیه و سلم بود که رحمت عالمیان است. حضرت بین قبیله ها دعوت میکرد، صحبت میکرد، اما افسوس و صد افسوس که اکثر سخنهاش از یک گوش داخل میشده از گوش دیگر خارج. خب این قصه را ببخشه که تا اخیر نآورده. حضرت در نخله اومد، شخصی که از مکه خارج شده است دیگر امکانی داخل شدنی به مکه را نداشت، میتونستن قتلش کنن. هر شخصی که ملاقاتش میکرد میتونست که قتلش کنن. حضرت در نخله چند روز سکونت اختیار کرد. در این مدت زید ابن حارثه را فرستاد نزدی 3 نفر، 2 نفر تکلیف حضرت رد کردند. حضرت از اونا کمک خواست، پشتیبانی خواست که من به پشتیبانی شما داخل مکه شوم، بر جان من ستم نشود. 2 نفر که یکیش سهیل ابن عمرو است این کار کردن، قبول نکردن. اما یک نفر از بین اونا با نام مطعم ابن عدی، مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبدالمناف که در عبدالمناف با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جایه می شوند. همین مطعم ابن عدی قبول کرد. یو بدیل جان اگر چنده که دین اسلام قبول نکرده بود، به فرزندش امر کرد گفت سلاحای ختونه بپوشه و تمام قومش برداشت. بنی نوفل همه را به پا خیزون، سردار شد. گفت شما آیا آماده هستید که در راهی برای سخن من جان فدایی کنید؟ گفتم بله. پس گفت اسلحه‌تون را بگیرید. من به محمد پناه دادم، پناه سیاسی دادم.
حضرت تو زمانی که مطعم ابن عدی رضایتی خیش رو براش داد، در نخله بود بار هنگام نماز خواندن خداوند یک عده از جنها را هدایت کرد، از راه میگذشتند صدای تلاوت قرآن به گوششون رسید و چنان مجذوب شدند این جنها که ایمان آوردند به محمد صلی الله علیه و سلم. و قصه ایمان آوردن اونا در سوره جن روایت شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بگو ای حبیب من، ای محمد صلی الله علیه و سلم که خداوند به من وحی فرستاد، خدا به من وحی فرستاد که یک عده از جنها وقتی که تلاوت شیرینی تر از قرآن عظیم الشأن شنیدن گفتن عجب قرآنه، چیز کلام شیرینه، چی کلام جاذبه. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احد. این کلامی هست که انسان به سوی رشادت، به سوی بزرگی، به سوی پاک منظری دعوت میکرده است، به سوی حق دعوت میکرده است. پس ایمان آوردیم به آن، به الله همچو معبود و به محمد صلی الله علیه و سلم همچو رسول او. فلن نشرک بربنا احد. پس هرگز به خدای بزرگ شرک نمیاره. چرا خداوند پیغمبرش خبر کرد؟ زیرا گفت که ای حبیبی من اگر لازم شود لشکرم زیاد است، تمام دنیا لشکری من است، همه را به کمکی تو میخیزانم، تو ذره محزون نباش. بعد این خوش خبرها و بعد این بشارت هایی که از جانب خداوند به محمد صلی الله علیه و سلم رسید، حضرت دیگر چنان دلشاد شد که باز همون عزم و جذب پیشینه در بدنش پیدا شد، باز برای در آینده دعوت کردن مردم آماده و حاضر شد. و مطعم ابن عدی را با فرزنداش آمدن، حضرت گرفتن یک راست نزد خانه کعبه بردن. مطعم نعرض در بین قریش گفت من محمد پناه دادم، هر کسی که نسبت محمد جبر کرد نسبت من کرده است، من بر زیدش میخیزم. مطعم ابن عدی قبل از فتح مکه، حتی قبل از جنگ بدر از دنیا رفت است، به ایمان رفت. اما همین کاری خیلی کردگیش چنان در ذهن پیغمبر نشسته بود که وقتی که در زمان جنگ بدر کفار مقدار 70 نفر از کفار قریش به اسارت غلطیدن، حضرت گفت قسم به خدا اگر مطعم زنده میشد، اگر همینو را از من میخواست همش آزاد میکردم. پس ببینه که کاری خیر فراموش نمیشه. برادر این یک چند نکته بود از رنج و عذاب‌هایی که حضرت صلی الله علیه و سلم در راه تحکیم اسلام، در راه ترویج علم قرآن متحمل گشته است و کشیده است. من به شما رساندم همه اخبار صحیح، اخبار درست، هر چی که گفتم کتاب ها را نامبر کردم. متاسفانه به سبب بعضی کتاب هایی که افسانه شو از حقیقت شو بیشتر است، مثل درة الواعظین و امثال اینا، در میان مردم ما همه قصه های بر دروغ بسیار رواج یافته است. بس است بچه ها، فقط چیزی را قبول داشته باشه که به صحت رسیده است. الحمدلله و المنه امروز کتابایی که صحیح هستند، کتابایی که استنباط میکنن، هر حکمی را که بیان میکنن یا هر قصه را که میکنن زیاد هستند. از همین خواهش میکنم استفاده بره دیگه، همین افسانه گویی و افسانه بافی را بس کنید. همین دنیا را ویران میکنه همین افسانه بافی و افسانه گویی و شایعه های بر دروغ، برای همین لازم نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع.
برای مرد گفت کافی است که از دروغ همی قدر کافی است که هر چیزی را شنید تحقیق نکرده در میان مردم شایع بسازد، یعنی ترام دروغگو میشه. امروز متاسفانه در جامعه یک کار بسیار شنیع رایج شده است. امروز در کوخنی و در کوچه و در بازار و بعد همین سویت که نیست بعد اعلان میکنیم، جور میزنیم به تحقیق به یگان چیزا فهمیدن بچه سویت فروختن. سویت فروختن برای همون درمان نمیرسه. از برای خدا همه گپ به حقیقت ذره موافقت نمیکنه. او خداوند عقل تو داده است. در تاجیکستان امروز نرخی همون برق نرخی بین المللی شما میدونه، شاید در بعضی چیزا از هم نرخی بین المللی را قیمتتر باشه. همین نرخی که مثلا از مسجد ما میتیم 25-26 درهم از برای هر یک کیلوواتش، در روسیه هم نیست، در قورا هم نیست. آخی وقتی که برق فروختن لازم شود برای پول، همین تاجیکستان چی در دوره مردمش که چه پول میتن همه آماده هستن که در بیگانه میفروختیم. از برای خدا باور کنه همین شایعه های بر دروغ اصلا بگیریم دشمنای دین دشمنای دولت جاری میکنن در بین مردم پهن میکنن. من از همت خواهش میکنم همینطوری سفسطه ها را باور نکنه، گوش نکنه. آخی که میفروختن در زمستان چی با نفروختن؟ در زمستان قیمتتر به چی با نفروختن؟ اگر که میفروختن شما دیده که در همون فیورال یک چند مدت دیگه 10 ساعتی سویت میدادن در قشلاق ها، زیاد کردن. حتی حقیقتا همون آب کم شده است، پس شده است. این یگان جای چی نداره، آخی پنهانی نداره. برای همین به همین سفسطه و به همین سخنهایی که سببگار نزاع و سببگار فتنه و سببگار فحش فاحشی گویی و سببگار کینه و کدورت در میان مسلمان ها پیدا شدن میگردن باور نکنه. من انشاءالله یقین دارم که مردم مسجد خاصتا این برادرایی که در مسجد ما نماز میخونن هر سفسطه ای را که تحقیق نشده است اساس نداره هرگز قبول هم نمیکنن و هرگز به این سفسطه ها گوش هم نمیاندازن. دعا میکنیم پروردگارا صحبت از صحبت معاصر گردان، نه از صحبت های بی تأثیر. پروردگارا این رنج مشقت هایی که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم در راه تحکیم اسلام کشیده است برای ما یک نمونه عبرت قرار ده، تا اینکه به هر یک اندک مشقت ضعیف نالی نکنیم، گریه و فغان و عصبانه برداریم، بلکه برعکس اراده مو کامل تر شود، صبر تحمل مو بیشتر و زایدتر گردد. و خداوندا حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم سرافراز گرداندی، براش بشارت دادی و در قرآن عظیم شأنت برای مسلمان ها بشارت های زیاد دادی. از جمله پروردگارا فرموده ای هر کسی که مرا نصرت کند، هر کسی دینی مرا نصرت کند من ناصری او هستم. این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما دین خدا را کمک کنید خدا کمک شما را میکند، خدا دستگیری شما است و قدم های شما را راسخ و استوار میگرداند. پس پروردگار را مساعدت فرما که هر کدامون موافق قدرت موافق تواناییمو برای دین خدا یک کمک کنیم، یک دستگیری کنیم و پروردگار را قدممون راسخ و استوار گردان و از این راه صراط المستقیم که الحمدلله به هدایت تو امروز در این راه هستیم هرگز ما را منحرف کردن همین پول چی بود؟ برای چی بود؟ برادرای عزیز، مسجد خیریه است. این مسجد خیریه است، یعنی خیریه را میتونه جمع کنه و به شخصایی که مستمند هستند براشون یعنی احتیاج دارن برسونه. و بعضی همون برادرها وقتی نامشون رو میگیری به چلاق خجالت میکشن. قسم به خدا اینا در مسجد خدا هستم. یک برادر اسلامی در یک مشکلی و مشقت گرفتار شده است. اولا گرده دخترچش اپیراسیون کردن گرفتیان یک گردش. ثانیا زنش در همه حالت مرگ قرار داشته است، باید حتما جراحی شود، اما از اون مبلغ طلب کردن
بیچاره همون امکانی دادنش نداشته است، آمد در پیش من حتی آب دیدش جاری شد. اما از بس که من گفتم اما خجالت نکشه، چیزی اعلان نکردیم، خواستیم که در همین کار خیر همه شریک شویم. شاید من اگر اعلان میکردم جوان مردای یافت میشیدن که همین کار بپردازند، اما انشالله در این کار خیر همه شریک شد. البته اون مبلغی که به اون برادر لازم بود ما نتونستیم جمع کنیم، نه که به هر وجه صورت انشالله بسیار منتدار است. اما یک نمازگزاری همین مسجد ما است، او برای کسایی که شک شبهه دارن این میره خبر رسوندم و هر کدامت میتونه که در ما همین شفافیت به کلی رعایت میشه. برادران میتونه که مراجعت کنه، ما خزینه دار داریم، پول خیلی حساب و کتاب می شود. شخصا خودی من قسم به خدا همون نزدیک نمیشم هیچ وقت. همین قصولی که من خطیب بدم یگان بار اینا بگذار بگن به همون خزینه شو نزدیک نشیدم و نزدیک هم نمیشم انشاءالله. و او خزینه دار همه را حساب و کتاب میکند، همه از چوتو هسته. اگر کسی مثلا ذره شک شبهه داشته باشد میتونه که برای تفتیش کنه، یک مشکلی نداره.